حضور بینندگان عزیز و ارجمند و علاقه‌مندان به برنامه‌های فوتبال برتر. در ورزشگاه آزادی تهران هستیم، جایی که دیدار تیم‌های ملی ایران و بحرین برگزار میشه. بازی از ثانیه‌های دیگر در ورزشگاه بزرگ آزادی برگزار خواهد شد. ترکیب تیم کشورمون رو می‌بینید که رحمتی دروازه‌بان، حیدری، جلال حسینی، عقیلی، نکونا، میدابودی، خلعتبری، تیموریان، جباری، قاضی و پولادی نفرات تیم ملی ایران رو تشکیل میدن به مربیگری کارلوس کیروش. این هم ترکیب تیم ملی بحرین که محمد جعفر دروازه‌بان، حسین، مرزوق، سعید، سعد کشورمون در حضور این تماشاگران مشتاق که لحظه به لحظه هم بر تعداد اونها افزوده میشه نتیجه خوبی رو در مقابل بحرین بگیره. داور استرالیایی کار قضاوت این بازی رو به عهده خواهد داشت. قرمز در سمت راست تصاویر تلویزیونی دیده میشن. یه توپ بلند به زمین تیم ایران فرستاده میشه. اونجا توپ رو به بیرون میزنن و پرتاب برای بحرینی هاست. در بازی های رو در رو تیم ایران 6 بار برده، 3 بار مساوی شده بازی های دو تیم و 4 بار هم بحرینی ها بازی رو بردن. در میانه میدان اندو تیموریان، یه پاس به عمق که نمیرسه به میلاد میدابودی. یه بار دیگه خود تیموریان از راه میرسه، همچنان داره توپ رو جلو میبره. اونجا یک برخورد و خطا. بله، کارت قرمز، یک کارت قرمز مستقیم در شروع مسابقه و این میتونه خیلی امیدبخش باشه برای تیم ملی فوتبال کشورمون در همین شروع مسابقه. به خاطر این تکل بعد رشید از داور مسابقه کارت قرمز مستقیم میگیره و حالا تیم بحرین باید 89 دقیقه 10 نفره بازی بکنه. چقدر عصبانیه بازیکن اخراج شده تیم بحرین که باورش برای خودش سخت. بله، خیلی بد زد، خیلی بد زد و کارت قرمز مستقیم جریمه این خطاست و حالا رشید از زمین بازی اخراج میشه. پیش رو خواهد داشت. حالا بالاخره ضربه آزاد زده میشه. فرصت برای تیم ایران با حمایت این تماشاگران پرشور. تیم ایران داره همچنان حمله میکنه. این ضربه و توپی که از کنار دروازه جباری به بیرون میزنه. 0-0 مساوی نتیجه مسابقه است. تیموریان، یه حرکت از خسرو حیدری آماده میشه برای ارسال. سانتر خوب به روی دروازه، این ضربه سر و در 2 مرحله توپ رو مهار میکنه دروازه‌بان تیم. یه سانتر خطرناک دیگه، آفساید انجام بده آشرفی که گلساز هم بوده در میادین ملی برای ما با پرتاب‌هاش. به هر حال حسینی پرتاب میکنه، خوبم پرتاب میکنه در اون منطقه جریمه. خطر داره ایجاد میشه برای دروازه تیم بحرین. این ضربه توپ سرگردانی که برگشت داده میشه. یک بازیکن از تیم بحرین روی زمین افتاده، میاد به کنارهای زمین. پرتاب از سمت راست به وسیله اندو تیموریان. خسرو حیدری، یه پاس به درون منطقه جریمه، فرصت برای ایران و ضربه‌ای که جباری به بالای دروازه زد. تیم ملی هم رسید در فوتبال بحرین. خلعتبری حرکت میکنه از سمت چپ، حرکت بازیکن ایران تکرار میشه. بازم خلعتبری توپ روایی میکنه، قشنگ داره کار میکنه. خلعتبری همه رو به هم ریخته. اونجا فرصت و توپی که بازم در اختیار سید محمد قرار میگیره. پشت منطقه جریمه جباری، پاس مناسب، فرصت برای قاضی. قاضی ضربه رو میزنه. حالا موقعیت در مقابل دروازه برای میدابودی. دوباره فرصت و توپی که بازیکن بحرین از اونجا دور میکنند. پرتاب میکنه به درون منطقه جریمه. فرصت برای تیم ایران در مقابل دروازه و توی دروازه گل برای ایران و سید جلال حسینی این گل رو میزنه. ظاهرا قسمت اینه که مدافعا دروازه بحرین رو باز بکنن. یک بار دیگه ببینیم. خیلی خوب ریباند میکنه و دروازه رو باز میکنه. آفساید هم نبود. میکنه توپ رو جباری. فراموش نکنیم که اونا 2 بار
تا پلی آف هم رفتن اما به جام جهانی نرسیدن، ولی شاید این بار داستانشون کوتاه‌تر از قبل باشه. یه حرکت نه چندان جالب که داور بلافاصله وارد عمل میشه. بازیکن تیم بحرین میدابودی، ببینیم با هم. هر دو طرف یه جوری مقصر بودن و دیگه چه فیلمی بازی میکنه بازیکن تیم بحرین عبدالله اسماعیل. میدابودی در این لحظات اونجا دیده میشه. خلعتبری میفرسته به درون منطقه جریمه، برگشت توپ، میدابودی، جباری توی دروازه، گل دوم برای ایران. مجتبی جباری با هم ببینیم. این توپی که مدافعان بحرین ناقص دفعش میکنن. میدابودی ضربه اول رو میزنه، بلوکه میشه. در برگشت ضربه قشنگ جباری جای هیچ گونه عکس العملی رو برای سید محمد باقی نمیگذاره. از بین مدافعان بحرین عبور میکنه توپ و حسین علی ضربه رو میزنه به روی دروازه، فرصت و توپ رو خوب برمیگردونه اونجا. واسه که سرعت بازی بالاتر بره که یک مدافع از عقب بیاد تا توپ پرتاب بکنه. فرصت برای آندو تیموریان و از بالای دروازه به بیرون میره. قاضی تیموریان میتونه پاس عمقی رو بده، این کار رو انجام میده. مقدر خلعتبری پاس به جلوی این بازیکن که با دقت فرستاده نشد، وگرنه ما میتونستیم. تیموریان ضربه کنه رو خوب میزنه، فرصت توی دروازه عقیلی دروازه تیم بحرین رو باز میکنه. 3-0. چه جوی اینجا در ورزشگاه آزادی برای تیم کشورمون به تیم بحرین. تا به اینجا دو مدافع میانی ما گل زدن به اضافه جباری. سانتر عالی از آندرانیک تیموریان، دو تا بازیکن اونجا بودند و با قدرت از راه رسید عقیلی و دروازه رو باز کرد. بازم عقیلی در یه بازی ملی گل میزنه. داره خوب از یاران ما. جباری، تیموریان، ماهینی، سانتر ماهینی به روی دروازه، فرصت برای گل چهارم و گل نمیشه. خلعتبری یه پا دو پا هم زد اونجا. بکنیم اینجا خلعتبری یه با دو پا زد اما توپ در آستانه ورود به دروازه دفع شد. یک بار توپ بلند و محمد که توپو ناقص دفع میکنه. ببینید چقدر در هم ریخته هستن یاران بحرین، خودشون نمیدونن چیکار میکنن. به تیم مبتدی تبدیل شدن در مقابل یاران ما. بازم فرصت برای تیم ایران. فشار هنوز ادامه داره. تیموریان توپ رو میکاره، حسینی بازی رو باز میکنن یاران ما تا نظم تیمی از بین نره. نکونا با پای چپ منطقه بازی رو عوض میکنه. خلعتبری یک بازیکن سریع در مقابلش قرار میگیره. پولادی موقع سانتر داره، سانتر خوبه پولادی، موقعیت برای تیم ایران. تو پای یار خودی برخورد میکنه و به بیرون میره. نمای زیبا از بخش روبروی جایگاه ورزشگاه آزادی. یه شوت محکم و عبور توپ از کنار دروازه. خلعتبری، نکونام، تیموریان ضربه دیدنی توی دروازه. یه سوپر گل از آندو تیموریان. عالی زد این ضربه رو. چقدر زیبا بود این گل. واقعا مستحق این هست که چندین بار دیده بشه در ورزشگاه آزادی. هم هر بار با نمایش این گل فریاد گل شنیده میشه در ورزشگاه. خسرو حیدری، سانتر دروازه، فرصت برای گل بعدی. خلعتبری و محمد توپ رو میگیره. یاران ما بسیار بالاست. لایی میندازه اونجا. خلعتبری، حرکت از جباری هم شوت میزنه و توپ از کنار دروازه بیرون میره. چه هافبکایی داره تیم ایران، همشون شوت زنن. با پای چپ منطقه بازی رو به راست عوض میکنه. خسرو حیدری صاحب توپ به وسط میزنه، هنوز صاحب توپه. نکونام، ضربه نکونام مشخص و محرز هست زیر نظر او. ضربه بلند به روی دروازه، موقعیت برای تیم ایران توی دروازه
باز هم گل برای ایران. به ثبت رسوند اینجا به این ترتیب. در بازی مقابل فلسطین هم گل زده بود، اینجا هم گل میزنه تا بازگشتش به روند گلزنی ها رو جشن بگیره. انصاری فرد خیلی هم خوشحاله. یه حرکت پشت محوطه جریمه و اینم نمایی از نیمکت تیم ملی که بازیکنه که روی نیمکت هم هستن واقعا دست کمی از اونایی که در زمین هستن ندارن. نیمکت خوبی داره تیم ایران، نزدیکن بازیکنایی که در زمین هستن با اونایی که روی نیمکت ذخیره ها قرار دارن. یه ضربه دیگه و میبره بازی رو به سمت راست. ماهینی عالی حرکت میکنه. ماهینی نگاهش به محوطه جریمه است. ماهینی پاس زمینی، موقعیت و ضربه که بالا زده شد. یه فرصت برای تیم ایران، نگذاشتن که انصاری فرد استفاده بکنه. فرصت برای زدن گل بعدی. یک بازیکن تیم بحرین روی زمینه. ساندلو دروازه و توی دروازه. 6 تایی میشه بحرین و نتیجه کار خوب کارلوس کیروش و تعویض مثبت دیگه ای زننده گل. کاملا صدای تماشاگرها شنیده میشه در ورزشگاه آزادی. از نظر روحی بسیار تاثیرگذار باشه. نگاه کنیم حرکت غلامرضا رضایی روی خط آفساید بدون اینکه آفسایدی در بین باشه و ضربه تمام کننده او. سانتر عالی از خسرو حیدری. ترکیب یه بازیکن از استقلال و یه بازیکن از پرسپولیس در تیم ملی اینجا نتیجه میده. و البته نباید به هماهنگی خسرو حیدری و ماهینی بی توجه باشیم. واقعا این دو بازیکن دارن خوب هم دیگه رو پیدا میکنن در سمت راست. 6-0 نتیجه است که تا به این لحظه به دست اومده. خلعتبری در منطقه جریمه. خلعتبری خودخواهانه به توپ ضربه زد و به رقابت جام جهانی راه پیدا بکنه. البته با استفاده از یه پلی‌آف دیگه، یعنی تیمی که از اونجا بالا بیاد کارش یه مقدار سخت‌تر خواهد بود. یه موقع دیگه برای تیم ایران فرصت و این بار دیگه محمد ایستادگی میکنه. در حال فکر میکردیم ایرانی بازی رو ببره اما نه دیگه، اینقدر پرگل. یه پاس عالیه در عام، موقعیت در منطقه جریمه. خسرو حیدری. تیموریان قشنگ کار میکنه. جواد نکونام دنبال یار میگرده. جواد نکونام خواهد شوت بزنه، این کار رو انجام میده جواد، اما ضربهش از بالای دروازه به بیرون میره. ندارن، فقط دارن دفاع میکنن. یه پاس خوب از خلعتبری. فرصت در منطقه جریمه برای تیم ایران. ماهینی سان میکنه به روی دروازه. فرصت. رضایی مکس میکنه، هنوز پاس به عقبش رو میده. خسرو حیدری آخرین سان به روی دروازه و این ضربه که گل نمیشه. ما در همون عدد 6 باقی میمونیم و اینم سوت پایان این مسابقه. برتری 6-0 تیم ملی ایران در مقابل بحرین. یک پیروزی با ارزش که تبریک میگم این پیروزی ارزشمند رو به همه هموطنان عزیزم. امیدوارم که این پیروزی ها همچنان برقرار باشه و انشالله که تیم ملی فوتبال کشورمون به رقابت جام جهانی راه پیدا بکنه. تشکر می‌کنم از همه همکارانم و فرصت رو در اختیار دوست خوبم پیمان یوسفی در پخش شبکه 3 سیما قرار میدم. بازم تبریک میگم. ابر خیال و پس بزن با نردبون خواستن